سلام به همه بینندگان، شنوندگان و مهمانان عزیز. شما را به برنامه امروزی خوش آمدید می گویم. امروز پنجشنبه 12 جون شما بیننده دومین نشست افغانستان و منطقه هستید که به موضوع افغانستان و همکاری اقتصادی منطقه‌ای گفتگوی موردی پروژه های تاپی، تاپ، کاسای گذار اختصاص یافته است. این نشست به میزبانی مرکز سالوه مطالعات امنیت بین الملل افغانستان برگزار می گردد. حضور و اشتراک همه شما در این نشست صمیمانه خوش آمدید میگویم. قبلا که پیش وسیجی صاحب مرا معرفی کردن، معرفی از خود میگیرم. سارا حکیمی، عضو بورد مشورتی مرکز سال مطالعات بین الملل افغانستان و گرداننده شما و تا پایین برنامه با شما می باشم. افغانستان و منطقه عنوان سلسله نشست هایی است که به منظور اهمیت منطقه و افغانستان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی از سوی مرکز سال و مطالعات بین الملل افغانستان برگزار می شود و هر نشست به یک موضوع خاص اقتصادی اختصاص یافته است. اولین نشستی که ما داشتیم در ماه اپریل تحت عنوان سیاست خارجی خاورمیانه در قبال افغانستان بود و امروز شاهد برگزاری دومین نشست این دور هستیم. افغانستان تقریبا در تمام حوزه ها در منطقه عضو است. هم افغانستان بخشی از جنوب آسیا و آسیای مرکزی شناخته میشه و هم با شرق میانه و قلب آسیا در موقعیت دارد. این موقعیت جغرافیایی سیاسی فرصت های کلانی را به کشور در زمینه اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی فراهم نموده است و افغانستان بهترین مسیر برای وصل آسیای مرکزی بر جنوب آسیا شمرده می شود و همچنین اتصال خوب جنوب آسیا و ایران، ترکیه و اروپا می باشد. پروژه های مانند تاپی، تاپ، کاسای گذار، لاجورد، خط آهن خواف ایراد، خط آهن مزار شریف کابل پشاور، مسیر ترانزیتی افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین، همه اینها بخش از پروژه ها و مسیرهای مهم اقتصادی منطقوی است که افغانستان در آن نقش مهم بازی می کند. ما امروز در این نشست روی 3 پروژه تاپی، تاپ و کاسای گذار بحث میکنیم. در بحث امروز روی تاریخچه این پروژه ها، تضاد منافع کشورهای عضو و چالش های موجود در این موضوع بحث می شود. همچنان در ادامه پیرامون اهمیت اتصال منطقوی و نقش افغانستان در همکاری اقتصادی نیز صحبت های خواهم داشت. اشتراک کنندگان و مهمانان برنامه می توانند سوالات خود را در گروه چت ما بنویسند و در ختم صحبت ها بر خاطر بحث آزاد و پاسخ به سوالات وقت گذاشته شده است. هر مهمان ما تقریبا بین 15 الی 20 دقیقه صحبت خواهند کرد که مجموع آن 1 ساعت را در بر خواهد گرفت و نیم ساعت اخیر برنامه را ما به خاطر پاسخ به پرسش های شما اختصاص دادیم. قبل از اینکه به سراغ سخنرانی ها برویم، ابتدا یک مختصر معرفی از مهمانان برنامه را میخوایم با شما داشته باشم. نخستین سخنران ما آقای طارق نورزاده، رئیس مرکز سال مطالعات بین الملل افغانستان می باشد. آقای نورزاده سابقه 16 سال کار در وزارت امور خارجه افغانستان دارد و به عنوان دیپلمات در سفارت‌های افغانستان در چین، ترکمنستان ایفای وظیفه کرده است. آقای نورزاده ماستر روابط بین الملل بوده و حوزه تحقیق وی چین و آسیای مرکزی می باشد و تاکنون مقالات زیادی را در این حوزه به نشر رسیده است از وی. مهمان بعدی ما خانم شبانه کارگر می باشد. خانم کارگر حدود 1 دهه در وزارت امور خارجه افغانستان کار نموده است. او ابتدا به عنوان مسئول دسک قزاقستان و سپس به عنوان دیپلمات در سفارت افغانستان در کانادا اجرای وظیفه کرده است. خانم کارگر به زبانهای فارسی، انگلیسی و ازبکی تسلط کامل دارد. سخنران بعدی ما آقای احمد شکیب مستغنی، آخرین سخنرانی برنامه می باشد. آقای مستغنی در 2 دهه در زمینه‌های دیپلماسی عامه و خبرنگاری فعالیت داشته است. آقای مستغنی سابقه طولانی کار در وزارت امور خارجه افغانستان دارد و برای کار به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه شاردفیر سفارت افغانستان در اسپانیا نیز بوده است. خب، فعلا در آغاز از آقای احمد طارق نورزاده می خواهیم تا در قالب 15 الی 20 دقیقه در مورد پروژه
های تاپ، اهمیت اقتصادی پروژه ها و تضاد منافع کشورهای عضو در اجرایی شدن این پروژه صحبت های خود را آغاز کنند. آقای نورزاده. تشکر از شما خانم حکیمی و سلام دارم خدمت همه مهمانان و اشتراک کنندگان این برنامه. من طوری گفتم در مورد پروژه های تاپی و تاپ قرار است که صحبت کنم. برای خوب از تاپی شروع میکنین. یک مختصر کوتاه معرفی در مورد تاپی برای کسایی که کمتر آشنایی و یا معلومات اولیه در مورد تاپی داشته باشند. تاپی صحبت های اولیه برمیگرده در سالهای 1990، یک طرح برای انتقال گاز از ترکمنستان و در مرحله اول در روز زمان تنها بین افغانستان، ترکمنستان و پاکستان بود و تا که بعدها باز هند هم اضافه شد و نام از او از تب به تاپی تغییر کرد. توافقات اولیه‌ای که بحث کم جدیتر شده مورد تاپی بعد از حکومت جمهوریت بود. در سال 2003 بعضی از توافقات میان کشورهای عضو تاپی صورت گرفت و بالاخره در سالهای 2010 و 2013 توافقات نهایی برای اجرای طرح تاپی که گاز را از ترکمنستان و از طریق افغانستان و پاکستان و هند انتقال بده صورت گرفت. و همین شکل مهمترین پیشرفته که در روز زمان یا در طول این مدت در افغانستان داشتی پروژه در سال 2018 بود که یک کنفرانس در هرات برگزار شد و در او کنفرانس گفتن که کار عملی پروژه تاپی در هرات از هرات شروع میشه که از مرز ترکمندی. ترکمن‌ها در روز زمان اعلان کرده بودند که در سال 2015 کار عملی پروژه تاپی را در خاک خود آغاز کردند و حالا تکمیل شده در خاک از اینا و بالاخره در سال 2018 کار عملی را باید از خاک افغانستان و نقطه ترکمندی شروع کنید. و اینکه ترکمن‌ها چقدر به تعهداتی که در روز زمان گفتن صادق بودن در ادامه بحث بیشتر به زور می‌پردازیم. پروژه تاپی از ولایت مرو و ترکمنستان که معدن گاز است شروع میشه تا منطقه فاضلکای هند که حدود 1814 کیلومتر است و از این طول 816 کیلومتر از این در خاک افغانستان احداث میشه. برآوردهای اولیه پروژه تاپی این بود که حدود 10 میلیارد دلار هزینه داره و بعدا این هزینه بین تا 17 تا 18 میلیارد دلار و اکنون حدود کم و بیش 20 میلیارد دلار پروژه تاپی هزینه داره که از مجموع هزینه تاپی کشورهای عضو افغانستان، پاکستان و هند هر کدام تنها 5% و ترکمنستان 85% پروژه را به عهده داره. در صورت تکمیل پروژه حدود 33 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند انتقال پیدا میکنه و حدود 400 میلیون دلار هم سهم ترانزیت افغانستان از این پروژه است. و در عین زمان افغانستان حق استفاده از گاز هم تا حد 500 میلیون متر مکعب گاز هم میتونه از پروژه تاپی استفاده کنه. میخوایم مجموعی مشکلات و چالش های تاپی را در سه بخش سیاسی، امنیتی و اقتصادی خلاصه کنیم. علاوه سیاسی، رابطه افغانستان، نوع رابطه افغانستان با پاکستان و نوع رابطه پاکستان و هند یک از مشکلات اساسی پروژه تاپی بود. به خاطر از اینکه اگر تاپی به پاکستان و هند برسه و این گاز به دو کشور برسه، بخش از صنایع این دو کشور وابسته به انرژی گاز میشه. بنان این کشورها هنوز هم او اعتماد کامل سر یکدیگر ندارند که صنایع خود وابسته به گاز کنند که از طریق افغانستان میگذره و پاکستان میرسه و یا یکی از پاکستان میگذره و به هند میرسه. اونا این نوع وابستگی اقتصادی نمیخواهند که یکدیگر داشته باشند و ای تا روزای سقوط حکومت هم اینمی بیباوری در بین کشورهای عضو متاسفانه وجود داشت و یک مانع اساسی سر راه پروژه تاپی بود. مشکل دوم مشکل امنیتی در پروژه تاپی بود. مشکل در زمان 20 سال جمهوریت خود طالب ها مسئول ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان و در اجرای تاپی و پروژه های مانند تاپی بودند و در روز آن بیشتر بس امنیت فیزیکی پروژه مطرح بود.
به خاطر از اینکه برای به دست آوردن حدود 20 میلیارد دلار قرضه و برای به خاطر اجرای از این پروژه، کشورهای کمک کننده و یا نهادهای مالی به دنبال از این بودن که پولی که ما میایم در افغانستان به خاطر اعداس از این پروژه مصرف میکنین کدام تضمین وجود داره یا نه. حتی اونا بعدها به این فکر شدن که یک کشور بیاید تضمین کنه که امنیت و ثبات در افغانستان در اون حدی است که ما میلیاردها دلار بیاریم سرمایه گذاری کنیم. و متاسفانه تا آخر هم چنین چیزی صورت نگرفت. به شمول نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و امریکا هم که برگزار شد، در اون نشست هم هیچ کس حاضر نشد که امنیت سرمایه گذاری پروژه تاپی را بوده بگیره. و حالا هم اگر تا حد امنیت فیزیکی در افغانستان به صورت شکننده وجود داره، ولی تنها امنیت فیزیکی در افغانستان و برای پروژه تاپی کافی نیست. شما باید امنیت ذهنی داشته باشین برای از اینکه کشورها خاطر جمع شوند و بیاین پول خود در افغانستان مصرف کنند که چنین چیزی در افغانستان از زیر سلطه طالبا وجود نداره. موضوع سوم که من فکر کنم که از دو چالش دیگه هم جدیتر هست و مشکل اقتصادی است. حالا 20 میلیارد دلار کجا هست؟ چطور میشه که شما این 20 میلیارد دلار کشورها را قناعت بدین که بیاین و ایره سرمایه گذاری کنن؟ ترکمن ها خود اینا توانایی پرداخت از این پول ندارن و باید که به جستجوی نهادهای مالی شوند. در گذشته بانک توسعه آسیایی و بانک انکشاف اسلامی هر دو علاقمند برای تمویل از این پروژه بودند. ولی حالا که هم افغانستان نه هم حمایت سیاسی و اقتصادی و نظامی داره و نه هم از سوی کشورها به رسمیت شناخته شده و نه هم کشورهای عضو و همچنان نهادهای مالی و بین المللی تعهد دارند در قبال تعهدات سابقی که با افغانستان کردن که بیان تمویل کنند. بنان هیچ کسی علاقمند برای پرداخت پول برای سرمایه‌گذاری وجود نداره و خود ترکمنان هم توانایی پرداخت قدر پول ندارند و این معضله جدی است و به حدی که شاید تا حد غیر ممکن کنه احداث پروژه تاپیره تا اینکه از به پاکستان و هند برسه. بر علاوه 20 میلیارد دلار که بار اقتصادی سر ترکمنستان هست، ترکمن ها مجبور هستند که یک معدن را استخراج کنند که گاز از او برای تاپی استفاده شود و استخراج همون معدن هم در حدود 15 تا 20 میلیارد دلار هزینه داره. یگانه کشوری که تا اندازه علاقمند بود که اون معدن را استخراج کنه ژاپن بود و ژاپنی ها هم در روز زمان هم تاکید اونا سر ازی بود که ما 15 تا 20 میلیارد دلار اگر سرمایه گذاری کنیم سر معدن گالکنش 3 در ترکمنستان، خب این گاز قرار است کجا بره و آیا امنیت و ثبات در افغانستان در این حدی است که ما خاطر جمع شون بین پول مصرف کنین که دوام مذاکرات اینا به بنبست رسیده. از این خاطر این یک از مشکلات بود و مشکلات دیگه هم وجود داشت که حتی مذاکرات بین ترکمن‌ها و ژاپنی ها به جای نرسید و هنوز هم بحث استخراج معدن گالکنشاسه همونطور باقی مانده. ترکمن ها در امو زمان جمهوریت هم به این نتیجه رسیدن که از این تاپی چیز ساخته نیست و قرار نیست که و کمتر احتمال از این است که این پروژه تا پاکستان و هند برسه. در روز زمان اونا یک طرح استراتژی هرات مطرح کردن. در استراتژی هرات اونا دنبال از این بودن که بین گاز تاپیر یا پایپلاین تاپیر تا هرات برسانند. اونا میخواستن حداقل نشان بدن که برای کسایی که میخواهند که پول پرداخت کنن یک نوع نشان بدن که بالاخره این پروژه قرار است عملی شوه و امنیت هم وجود داره و بیاین پروژه تاپیر تا هرات برسانند. انتقال گاز یا توزیع گاز را طریق پروژه پایپلاین تاپی در هرات آغاز کنین و این شاید یک مشوق شوه برای نهادهای مالی و بین المللی که بیاین سرمایه گذاری کنند. ولی او هم منوط بزی بود که مصرف گاز هرات و حومه هرات باید بسیار بلند بره و شرک سنتی و حدود 350 تا 400 فابریکه باید از برق به گاز تبدیل شود. خانه ها باید مکمل سیستم اینا گاز شود، وسایل باید گاز شود و استشن های توزیع گاز ساخته شود و مصرف گاز هرات و حومه هرات بسیار بلند بره که تا اینا بتوانند از گاز تاپی به هرات توزیع کنند که او هم در امو زمان هم میلیون ها دلار سرمایه گذاری
قرار بود خصوصا در بخش تغییر سیستم برق شهرک سنتی از برق و گاز، که او در او زمان او صاحبان فابریکه ها حاضر نبودند که چنین هزینه گزافی را بپردازند، که ولی همو هم در همون زمان هم موفق نشد و هیچ کار عملی از استراتژی هرات هم در اون زمان صورت نگرفت. بس سر از این است که خود ترکمان ها چقدر صادق بودند. ترکمان ها اعلام کردند که ما احداث عملی پروژه تاپی را در خاک خود در سال 2015 آغاز کردیم و در سال 2018 و 2019 ما تکمیل کردیم. در سال 2021 اگر حکومت سقوط نمیکرد، در اتفاقا در اواخر اگست سال 2021 قرار بود که یک نشست چهار جانبه میان رؤسای جمهور چهار کشور برگزار شود و در اون نشست کار عملی در ترکمندی آغاز شود. ما در روز زمان تقاضا کردیم از حکومت ترکمنستان که یک داکومنتری آماده کنین، جور کنین و در اون داکومنتری ما مسیری که از ولایت ماری تا تورخونده که حدود 450 کیلومتر طول داره، این مسیر عکس برداری شوه، فیلم برداری شوه و نشان داده شوه مردم افغانستان و حتی مردم منطقه که ترکمان ها تعهدات خود انجام دادن و این پروژه ساخته شده و در روز زمان متاسفانه ترکمان ها اجازه را ندادن، در صورتی که میتونست یک تبلیغات بسیار خوب برای خود ترکمان ها شوه. و ما گزارش هایی را دریافت کردیم که نشان میداد که ترکمن‌ها تعهد خود عملی نکردن و گاز از ولایت ماری که قرار است که انتقال صورت بگیره پایپلاین نساختن اونا. و اونا عکس هایی که خود ترکمن‌ها در روز زمان نشر کردن ای بود که تنها چند کیلومتر پایپلاین گاز در نقطه مرزی ساختن و ادامه از او پایپلاین تا الی ولایت ماری چیزی ساخته نشده. و این یک نگرانی بسیار کلان در روز زمان برای ما بود که شاید ترکمان ها هم علاقمندی خود از دست دادن و پایپلاین که فعلا اینا قرار است تا هرات برسانند، این هم پایپلاینی است که گاز از قرار نیست که از ولایت ماری بیارن. گاز بسیار پایین است، مصرف بسیار پایین است و او شاید از می منطقه سرحد آباد گازی که دارن انتقال بدن و گاز تاپی اصلا نمیتونه بخشی از او گاز تاپی با او حجم گاز و با او امکانات و تجهیزاتی که نیاز است و چیزی که اونا حالک میسازن وجود نداره. طوری که قبلا گفتم اگر امروز پروژه تاپی تکمیل شود و به هند برسه، گاز از کجاست؟ تا فعلا ترکمانا خود توانایی استخراج معدن گلکنچ سیر در ولایت ماری را ندارند و اینا در جستجوی یک کشور یا یک شرکت بسیار کلانی هستند که بیاید گاز استخراج کنه و مذاکرات اینا تا فعلا به هیچ جای نرسیده و هیچ موفقیت نداشته. اگر امروز ترکمن‌ها با یک کشوری که توانایی استخراج معدن داشته باشه اینا باید توافق برسند، حداقل 5 سال زمان نیاز است که گاز که برای پروژه تاپی نیاز است آماده صادرات شود. یعنی تا حالا که اونا نتونستن کسی رو پیدا کنن و کسی هم علاقمند هم نیست، این مدت زمان هنوز هم احتمال داره که بیشتر شود. یک طرح دیگه برای ایران به جای افغانستان هست، به خاطر از اینکه تنها مانع از این تحریمایی است که بر علیه ایران است و در غیر از او نقطه ای که ایران با ترکمن‌ها مرز داره به شدت نیاز به گاز داره و ترکمن‌ها حاضر هستند که گاز به دسترس ایران قرار بدن و نقطه ای که ایران با پاکستان مرز داره در اون نقطه ایران گاز داره و او گاز به دسترس پاکستان قرار بده. یعنی این مسیر نیازی به احداث پایپلاین هم نیست. این یک طرحی است که لحاظ اقتصادی و ترانزیتی بسیار طرح بهتر از تاپی است و تنها مانع از این طرح تحریمایی است که بر علیه ایران وضع شده و شاید اگر ترکمن‌ها باورمندی خود در دست بدن در مورد تاپی یا آهسته دنبال از این باشند که یا صبر کنند که موضوع ایران حل شود و این مسیر انتقال گاز از اینا
و پاکستان و هند از طریق ایران صورت بگیره. و باش ترکمن ها در شک نیست که به شدت به دنبال از این هستند که یک مارکت خارجی برای گاز خود پیدا کنند، به خاطر از اینکه تنها چین است که بزرگترین خریدار گاز ترکمنستان است. فعلا فروش گاز ترکمنستان به روسیه به حد بسیار زیاد پایین آمده. گازی که قبلا اینا به ایران میفروختن به اساس یک مشکلات مالی که پیدا شد قطع شده و نمیتونن گاز خود را به بازارهای اروپا صادر کنند، چون کشورهایی که قرار است اینا بگذارن و کشورها هم روسیه هم آذربایجان خود گاز دارن و اونا اجازه نمیدن گاز ترکمنستان از خاک از این کشورها بگذاره و یا از طریق حتی از طریق دریای خزر و به اروپا برسه. بنابراین ترکمنان گاز دارن تنها به چین صادر میکنن و امید از اینا به طرف انتقال گاز از یا پاکستان و هند است که یا اگر تاپی ساخته شود طریق تاپی انتقال پیدا کنه یا یکی از طریق ایران صادر شود. در شرایط فعلی تبلیغاتی که فعلا طالبا کردن در مورد پروژه تاپی، من فکر میکنم بیشتر یک مانور است. فعلا ترکمن ها حدود فکر کنم که کمتر از 1 میلیارد دلار در همون زمان اینا توانستن از قطر و بعضی از نهادهای مالی قرضه بگیرن و اینا طرحی که فعلا ترکمن ها دارن این است که از مرز مشترک ترکمنستان و افغانستان در طول 25 کیلومتر پایپلاین احداث کنند. تا فعلا تنها 1 کیلومتر تونستن احداث کنن و این 25 کیلومتر قرار است که احداث کنن. این هیچ مشکل حل نمیکنه. گیریم که اگر 25 کیلومتر تکمیل هم شد که یعنی معلوم نیست که واقعا میتونن تکمیل کنم یا نه و باز هم نمیتونن از این طریق از این پایپلاین نمیتونن گاز حتی به ایران صادر کنن و پروژه توپیکو بسیار بس از دور است از این مسائل. به خاطر از اینکه شما اگر 25 کیلومتر بسازیم هم باز هم برای توزیع گاز شما نیاز به سرمایه‌گذاری میلیون ها دلار داریم برای استشن های توزیع گاز و هم برای حفظ و نگهداری. از او خاطر شما هیچ پولی در دسترس نداریم و نه هم امکانات تکنیکی داریم که بتونین از این پروژه استفاده کنیم. بنان حتی مانورهایی که فعلا میدن هم پاکستان ببخشید هم ترکمنستان و هم طالبا بیشتر در سطح از است که مردم مصروف کنند به که یک وجهه مثبت نشان بدن که ما به دنبال اجرای پروژه های بزرگ منطقه‌ای هستیم، ولی چیزی از تاپی نمیتونه به نفع تاپی نمیتونه چنین برنامه های شود. در بحث تملیک زمین هایی که در مسیر از این پروژه ها، زمین های شخصی مردم در مسیر پروژه تاپی واقع شده بود، بحث ماین روبی و بحث کارهای تکنیکی و سروی قبلا هم تکمیل شده بود در زمان جمهوریت و او کارهایی که تکنیکی که جانب افغانستان نیاز داشت در اون زمان تکمیل شده بود. یعنی او مانع نیست، ولی مانع اساسی مانع امنیتی است، مانع سیاسی است و مانع اقتصادی. تا اینجا در بحث پروژه تاپی هست. سوالا رو میگذارین در پروژه تاپی در ختم صحبت ها که اگر دوستا سوال داشته میشه پرسان کنن. میریم پروژه تاپ یا پروژه انتقال برق 500 کیلووات از ترکمنستان و پاکستان از طریق افغانستان. این پروژه است که برق قرار است از ترکمنستان تا پاکستان انتقال بده و طرح و سروی از این در سال 2010 آغاز یافت و قرار است که در امتداد یا در پهلوی پروژه تاپی ساخته شود. حتی بحث های اولیه بود که پروژه تپر قبل از پروژه تاپی شروع شود تا اینکه این پروژه تکمیل شود که بتانن از برق از برای پروژه تاپی هم استفاده کنند. در روز زمان بانک انکشاف آسیایی هم علاقمندی برای تمویل این پروژه داشت. این پروژه در صورتی که احداث شود بین 1000 تا 1500 میگاوات برق میتونه از ترکمنستان به افغانستان به ترکمنستان و پاکستان انتقال بده و طول از این پروژه هم حدود 700 کیلومتر است. متاسفانه در روز زمان طوری دیزاین شده بود که از این پروژه افغانستان نمیتونه از برق از استفاده کنه. این پروژه مستقیم از ترکمنستان و پاکستان میره و افغانستان تنها میتونه که بین 40 تا 70 میلیون دلار در سال حق ترانزیت بگیره و او هم بستگی به داره که در طول سال چقدر برق قرار است که انتقال پیدا کنه از این پروژه. در روز زمان پاکستانی ها موافق نبودن که از این پروژه افغانستان هم در طول مسیری که از هرات و فرا و هلمند و قندار این ولایت هم برق بگیره. بنابراین ترکمان ها متحد شدن که یک لین اضافی ره در پهلو از او ولی با ولتاژ پایینتر
احداث کنند که از او بتونن افغانستان برق بگیرن. هزینه کلی از بین 500 تا 800 میلیون دلار است که اگر در مقایسه با تاپی هزینه بسیار پایینتر است و از اون خاطر احتمال احداث از این پروژه در مقایسه با تاپی بسیار زیاد است. یعنی احتمال از که در حدود 500 تا 800 میلیون دلار پول ترکمنان بتونن پیدا کنن بسیار زیاد است و این پروژه برخلاف پروژه تاپی هر کشور سهم خود یا تاسیسات خود در خاک کشور خود می سازه. ترکمن ها تاسیسات خود تکمیل کردن و تنها مانده تاسیساتی که نیاز در افغانستان ساخته شود و افغانستان هم نیاز است که خود بودجه پیدا کنه و در خاک خود می تاسیسات برق احداث کنه و در سالانه بین 40 تا 70 میلیون دلار حق ترانزیت بگیره. یک کمپانی ترکی به نام کمپانی چالیک علاقمند برای احداث از این پروژه شده و قبلا ترکمنان هم این پروژه را برای کمپانی چالیک واگذار کردن. کمپانی چالیک صحبتایی که ما داشتیم با بسیار مصمم هستن برای اجرای از این در همون زمان و چون اونا میگن که ما تجربه کار در کشورهای نوعا مانند عراق و سوریه قبلا دارین و میفهمین که در چین شرایط چی رقم با گروپ های مختلف وارد مذاکره شدیم. بنان ما در افغانستان هیچ نوع نگرانی نداریم و میتونیم این پروژه را احداث کنیم. ولی باز هم بحث مسائل سیاسی هست که چقدر پاکستانی ها اعتماد میکنن که تمام تاسیسات برق در خاک خود بسازن و این پروژه تپ از خاک افغانستان بگذره و پاکستان برسه و بعد باز هم برق از او متکی به افغانستان شود و یا که یک وابستگی انرژی برق با افغانستان داشته باشند و ایران من فکر میکنم که در شرایط فعلی حتی با اینکه احداث پروژه تب در مقایسه با تاپی بسیار بلند است ولی با آن هم در شرایط فعلی نمیتونین مطمئن شوین که حتی این پروژه هم در افغانستان از زیر سلطه طالبان ممکن باشه. بسیار تشکر. امیدوار هستم که از وقتی که ما داده شده بیشتر صحبت نکرده باشم و من صحبت خودم اینجا پایان میدم. اگر دوستا سوال داشتن به گروپ چت میتونم نوشته کنم و در خط به سوال میرسیم. بسیار تشکر. با سپاس از آقای نورزاده. بدون شک پروژه تاپی و تاپ نه تنها برای کشور عضو بلکه باعث ایجاد تحول مثبت در سطح منطقه خواهد شد. اما تحقیق و همچنان تحقق چنین پروژه ها ابتدا نیازمند ثبات و امنیت پایدار در افغانستان می باشد که با حضور حاکمیت طالبان در شرایط کنونی غیر ممکن است. دوستان و همکارانی که با ما تازه پیوستند خوش آمدید میگویم و یک بار دیگر خواهش میکنم که مایکایتان خاموش نگه دارید تا اینکه اجازه صحبت در بخش اخیر به شما داده شود. شما بیننده دومین نشست افغانستان و منطقه با محوریت گفتگوی موردی پروژه تاپی تاپ و کاسا 1000 هستید. این نشست با میزبانی مرکز سال مطالعات بین الملل افغانستان برگزار گردیده است. فعلا از خانم شبانه کارگر میخوانیم که پیرامون پروژه کاسا 1000 تاریخچه و وضعیت فعلی این پروژه صحبت نماید. خانم کارگر. با اجازه جناب نورزاده رئیس مرکز صلح و مطالعات بین الملل افغانستان و گروه محترم رهبری مرکز، بینندگان و شنوندگان گرامی، خوشحالم که در دومین گفتمان مرکز صلح و مطالعات بین الملل افغانستان با محور پروژه های اقتصادی منطقه‌ای به من فرصت دست داد تا روی یکی از مهمترین مسائل در سیاست افغانستان صحبت کنم. کاسا گزیده ای از آسیای مرکزی، جنوب آسیا، یکی از محوری ترین پروژه های منطقه برای بازسازی افغانستان است و بر اساس آن تا 1000 مگاوات برق از منبع تولید انرژی آبی کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان از سرزمین‌های افغانستان و پاکستان انتقال می‌گردد و سهم افغانستان 300 مگاوات میباشد. این پروژه در سال 2005 در جریان کنفرانس منطقه‌ای برای افغانستان ریکا مطرح شد و کنفرانس منطقه‌ای که برای افغانستان پس از کنفرانس کابل در سال 2003
برگزار گردید که در آن طی اعلامیه کابل کشورهای منطقه بر عدم مداخله در امور افغانستان بی‌طرف، صلحجو و دوست منطقه تاکید کردند. منابع انرژی که به کاسا وصل می شود از بندهای آبی نورک، سنگ تودی 1 و 2 هستند. بر اساس توافق کشورهای ذی دخل این پروژه در سال 2028 تکمیل و 6000 مگاوات برق تولید خواهد کرد. تاجیکستان بر اساس یک قرارداد دیگر جدا از کاسا 80 تا 300 مگاوات برق به شکل تجارتی به افغانستان صادر می کند که در ایام تابستان 100 و در زمستان بین 80 تا 120 مگاوات برق می باشد که با امضای پروتکل الحاقی هر سال تمدید می شود. در این پروتکل شرط میزان صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان محدود به بازار داخلی تاجیکستان است. تاجیکستان اولویت را به تامین نیازهای داخلی خود می دهد. همچنان تاجیکستان بر مبنای پروژه کاسا می خواهد سهم خود را از تامین برق صادراتی از طریق ساخت بند راغون تکمیل نماید. این سد در دوران اتحاد جماهیر شوروی پروژه سازی شده بود، اما با استقلال آسیای میانه متوقف شد. روسیه در پروژه کاسا از همان آغاز به عنوان یک پروژه فرامنطقه‌ای که میتواند انتگراسیون یعنی پیوند آسیای میانه را تقویت کند علاقه نشان داد تا با سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری به این پروژه بپیوندد. زیرا روسیه سد آبی سنگ تودی 2 را ساخته است و از دید تجارتی تحت کنترل اوست و این سد به عنوان منبع مهم انرژی به کاسا روسیه را سهیم می سازد. با آنکه تاجیکستان در آغاز مخالف بود، اما در سالهای بعد از آن حمایت کرد و افغانستان هم در سالهای 2016 از شراکت روسیه حمایت نمود. ضمن روسیه، قزاقستان هم می توانست با صدور برق به این پروژه بپیوندد. آنچه از این پروژه برای افغانستان می تواند مهم باشد تنها برق 300 مگاوات نیست، بلکه ایجاد زیرساخت‌ها و داشتن دست بالا در انتقال برق به پاکستان است که بخش‌های از انرژی پاکستان را به کابل وابسته می‌سازد. بر همین مبنا افغانستان برای تحقق این پروژه تلاش‌های زیاد دیپلماتیک و تکنیکی و قانونی انجام داد که در نهایت در سال 2016 این پروژه به طور رسمی در دوشنبه با اشتراک رهبران 4 کشور افتتاح گردید و کارهای عملی آن برای زیرساخت‌ها در افغانستان آغاز یافت. تنش‌های منطقه‌ای اصلی ترین مانع تحقق کاساست. تاجیکستان بر ساخت بند راغون محاسبه می‌کرد که برق پروژه را تامین نماید، اما او با کمبود منابع مالی و هم مشکل ژئوپلیتیکی روبروست. برای تکمیل بند راغون با کشورهای ازبکستان، قرقیزستان مشکلات جدی دارد. ازبکستان مخالف سرسخت ساخت بند راغون است و آن را مخالف منافع ملیش می‌پندارد. زیرا ساخت این بند ازبکستان را با مشکلات آب روبرو می‌سازد و زمین نمکزار در صورت زلزله سبب تخریب بند و ویرانگری گسترده در ازبکستان می شود. مقامات ازبکستان به افغانستان گفتند که اگر دوشنبه بند را بسازد آن را بمبارد خواهند کرد. تنش میان دو کشور سبب شد تا منابع مالی بین المللی از پرداخت قرضه و تمویل راغون ابا ورزند.
حتی مقامات افغانستان حاضر نشدند که با وجود اصرار دوشنبه از ساخت این بند دیدار کنند. همچنان قرقیزستان نیز هنوز با تاجیکستان مشکلات ارزی دارد که مانع تحقق چنین یک زیرساخت بزرگ شده می‌تواند. در ضمن بدون نقش روسیه تحقق هر پروژه‌هایی در منطقه آسیای میانه با مشکلات جدی روبروست. از سوی دیگر افغانستان برای ساخت لاین‌های انتقال، مراکز انتقال در داخل افغانستان و همسانسازی برق با برق‌های وارداتی ازبکستان و ترکمنستان وابسته به کمک‌های بین‌المللی از جمله بانک انکشاف آسیایی است که تأثیر مستقیم بر بستن چنین قراردادهایی دارد. برای تمدید لاین در داخل افغانستان، هند و چین داوطلب بودند. با وجود آنکه آقای دانش به سفر به چین با کمپانی چینایی چراغ سبز نشان داد، اما در داوطلبی برنده قرارداد هندی‌ها شدند نه چینایی‌ها. با تنش‌های روابط افغانستان و پاکستان و روابط هند و پاکستان یک مشکل دیگر بر فرارای این سد به وجود آمد که می‌تواند مانع تحقق کاسا شود. با آنکه تاجیکستان مرحله نخست بند را در سال 2019 ساخت و نخستین ژنراتور را نصب کرد، اما تنش و تغییرات جدید در منطقه چالش‌های تکمیل این بند را بیشتر کرده است. تحقق کاسا در افغانستان کنونی دو مشکل اساسی دارد. منابع پولی جهان مانند بانک انکشاف آسیایی تنها به یک حکومت مشروع و شناخته شده توسط سازمان ملل وام می‌دهد. شناخت بین‌المللی به کشورها اعتبار وام می‌دهد، زیرا در برابر تعهدات بین‌المللی مسئولیت می‌داشته باشد. اما اکنون بانک‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی تقاضای کمک به تمویل پروژه‌های افغانستان را توقف داده است. اخیراً در برابر ادعای حکومت طالبان مبنی بر پرداخت قروض از تمویل پروژه‌ها را رد نمود. دوم، کشورهای شامل کاسا افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و لذا هیچ تعهد برای اجرای این پروژه نمی‌داشته باشد که عدم شناسایی بین‌المللی علاقمندی این کشورها را برای کارهای بزرگ با افغانستان مانع می‌شود. سوم، مناسبات افغانستان با پاکستان بیشتر از آن پیچیده و تنش‌ساز که تصور می‌شود. پاکستان نمی‌خواهد با این حکومت همکاری‌های عمیق اقتصادی داشته باشد. بعید نیست که پاکستان علاقه ندارد که افغانستان کلید برق در پاکستان را در دست داشته باشد. سپاسگزارم از توجهتان. امید پیروزی. تشکر میکنم شما خانم کارگر، صحبتهای خیلی خوبه بود. آسیای مرکزی دارای منابع فراوان انرژی می باشد و جنوب آسیا به شدت نیازمند این انرژی است. بدین صورت ما می توانیم بگوییم که افغانستان بهترین و مطمئن ترین مسیر برای ترانزیت انرژی از آسیای مرکزی به جنوب آسیا است. اما این فرصت های کلان اقتصادی نیازمند درک عمیق از شرایط کنونی می باشد. به ادامه صحبت ها و به عنوان آخرین سخنان از آقای احمد شکیب مستغنی می خواهم تا در مورد اهمیت جایگاه افغانستان و نیز ضرورت پروژه اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان صحبت کنند. آقای مستغنی. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم خانم حکیمی، بگویم بانو حکیمی، از گردانندگی بسیار عالی ای برنامه که شما امروز عهده دارش هستین. از جناب آقای نورزاده، از جناب برسجی گرامی و همکاران دیگر ما در مرکز مطالعات صلح و روابط بین الملل افغانستان، مهمانان گرامی و اشتراک کنندگان
برنامه را من هم به نوبه خود خوش آمد میگم خدمت همگیشان. عرض سلام درود دارم و بسیار خوش هستم که مثل که پیشترم در شروع برنامه عرض کردم، این نشست ها یک فرصت و بهانه میشه که ما لحظات با همکاران گرامی ما، با شخصیت های بسیار بزرگوار و فرهیخته فرصت همصحبتی داشته باشیم و چند لحظه با استفاده از فرصتی که برنامه ها فراهم می سازد حرف های خود در میان بگذاریم. ما اگر دوستان به یاد داشته باشند، در نشست افتتاحیه مرکز مطالعات صلح و روابط بین الملل افغانستان هم عرض کرده بودم که بیایید یک چیز نو صحبت کنیم. وقتی میگم بیایید یک چیز نو صحبت کنیم، این جمله را ما خودم نساختیم، یک جمله زیبایی است که ما از سالهای بسیار قبل از لابلای اعلانات بازرگانی و تشهیراتی در افغانستان به یاد دارم. یکی از شرکت های مخابراتی بود به نام افغان تلکام، فکر میکنم نیمه دولتی بود یا کاملا دولتی بود، اما شعارشان بیایید یک چیز نو صحبت کنیم بود. من میفهمم بیایید یک چیز نو صحبت کنیم چقدر با ماهیت کار یک شرکت مخابراتی سازگاری داره. بالای از این تبصره نمی کنم و وقت شما رو ضایع نمی سازم، چون دیگه تنها اصل کار حرف زدن است با استفاده از وسایلی که اونا فراهم می سازن. اما چیز نو صحبت کردن بیشتر اوقات در یک چنین فضاهایی که فراهم میشه بسیار اهمیت داره. منظور من این نیست که هرگاه من صحبت میکنم صحبت های من نو است یا چیزایی که تا به حال سخنرانان بسیار محترم و گرامی ما داشتن در او حرف نو و تازه نبوده. خوشبختانه سراپا فرمایشات بانو حکیمی، جناب آقای نورزاده و همچنان بانو کارگر حرفای نو و آموزنده بود. از اول تا آخرش هرچی من از این بزرگوارا شنیدم آموزنده بود برای من، با وجودی که من در سالهایی که بحث کار عملی پروژه های کاسا، تب و تاپی عملا بسیار به شدت جریان داشت، در وزارت امور خارجه کار میکردم. در بسیاری از ملاقات هایی که در سطوح مختلف بالای همی پروژه ها صورت می گرفت یا در لابلای ملاقات های دیگری بحث این پروژه ها مطرح می شد، من عملا حضور می داشتم. باور کنین بدون مبالغه و بسیار صادقانه می خواهیم بگویم چیزایی را که من از سه بزرگواری که پیش از من امروز داری برنامه صحبت کردن شنیدم، در همون زمانم به این تفصیل باریکی های این چنینی را ما نه متوجه شده بودیم و نه به او بیشتر می پرداختن. بسیار زیاد آموزنده بود. اما من کوشش کردم که حرفای ما تکرار فرمایشات همکارانی که پیش از ما صحبت کردن نباشه. یکی دومی که چیزایی را که من به حیث سخنگوی وزارت امور خارجه در اون زمان درباره از این پروژه ها می گفتم او را امروز دوباره تکرار نکرده باشم. بحث اهمیت ژئوپلیتیک افغانستان و یا اهمیت پروژه های مانند کاسا، تب، تاپی و دیگه پروژه های همچون خط آهن خاف هرات و خط آهن مذارت میخوایم دهلیز ترانزیتی چابهار یا راه لاجورد یا اینا. ما میخوایم، هرچند دوست ندارم با بیشتر به نکات منفی بپردازم، به خاطر ازی که زحمات بسیار ارزشمندی را که همکاران ما در مرکز مطالعات صلح و روابط بین الملل افغانستان میکشند
و کارهای بسیار ارزشمندی را که انجام میتن، اینا همش متمرکز است روی یک هدف بسیار والا، و او گرم نگه داشتن تنور امید است برای افغانستان، و همچنان روشن یا فروزنده نگه داشتن مشعل کار مطالعه، تحقیق، گفتمان علمی که از دست هر یکی از ما و شما در این مرحله ساخته است و بس. اما ناگزیر هستند چیزهایی که نباید ناگفته بمانند. وقتی ما بسیار به شکل آرمانگرایانه و یا بسیار به شکل خوشبینانه بعضی اوقات از بعضی مزایا حرف میزنیم، در کنار اون مزایا محرومیت های زیادی هم نهفته هستند. اگر ما میخواهیم که همه جانبه این مسائل به تحقیق و مطالعه و بررسی بگیریم، تنها با برجسته ساختن مزایایی که افغانستان داره کل بحث خلاصه نمیشه. و اگر همیشه روال کار چنین باشه، متاسفانه باز یک روز خواهد شد که امو محاسبات در بسا موارد محاسبات دقیق نباشه، باز اشتباهاتی صورت بگیره. چون من میدانم اگر امروز ما صرف حرف میزنیم یا برای افغانستان چنین گفتمانهایی را برگزار میکنیم یا قلم میزنیم، امید است که یک روزی بتانیم قدم هم برداریم. امید است یک روزی دوباره اه، دوستانی که یک چنین کارهای ارزشمندی را انجام میتن فرصت تصمیم گیری برای افغانستان هم داشته باشند. در اونجا به هر دو بود پرداختن ضروری و مبرم است. همین که افغانستان اگر همیشه بگوییم که بسیار یک موقعیت پرمزیت داره و ژئوپلیتیک افغانستان همیشه حداقل از منظر فرصت‌های همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و اتصال، ترانزیت و تجارت مزیت آفرین است. کل گپی نیست. یک قسمت کلانش هست اما کل گپی نیست. افغانستان اگر از مزایای زیادی برخوردار است، محرومیت های زیادی را هم روبروست. در امو قدیما وقتی ما یگان وقت به روستای ما می رفتیم که از جمله اطراف محسوب میشه، بزرگا در امو حکایت ها و داستان ها و صحبت های بسیار سنتی بعضی وقتا یگان نصیحت های می داشتن، و یکیشی بود که اگر شما گاهی پیاده یک مسیر طولانی را می پیمایین، در سفر می باشین و اتفاقا از طرف شب در یک بیابانی قرار می داشته باشین و در اونجا هم مگر دیگه هیچ چیزی نمی باشه، حداقل یک قبرستان باشه، خود به اون قبرستان برسانید. اما کوشش کنین که وقتی می خوابیدین در کنار یک قبر بخوابین، در بین دو تانه. اگر در کنار یک قبر خوابیدین، روح امو مرده که در او قبر مدفون است تا فردا حس مسئولیت میکنه و از شما مراقبت می داشته باشه و حفاظت میکنه. خب من نمیفهم این دیگه بنیادی گپ چیست. اما اگر این فراموشتان شد و در بین دو قبر خوابیدین، باز یکی به امید دیگه روح یا ارواح امی دو مرده، یکی به امید دیگه، هر دوش از شما غافل میشه و از شما مراقبت و محافظت صورت نمیگیره. امکانش هست که در جریان شب و در تاریکی های شب شما زده شوین. زده شدنش و اصطلاح این مردم معنایش چیست که یگان مثلا ارواح یا جنیات کسی رو به حدی مثلا بترسانه که او دیگه قبض روح شود. منظورم نیست که امی افغانستان یگان وقت خوب است که در امی بحثایی که
همکاران ما در مرکز مطالعات صلح و روابط بین الملل افغانستان راه اندازی میکنن در آینده ها مد نظر داشته باشند که امی ژئوپلیتیک افغانستان از منظر محرومیت هایی که عرضه یا پیشکش داشته هم به مطالعه بگیریم. خب البته معلوم دار است که امی موقعیت حساس برای افغانستان در میدانهای دیگر تا چه حد مثلا همیشه در طول تاریخ درد سرساز بوده. منظور من این است که در امی بحث همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، تجارت و ترانزیت، امی جایگاه برجسته افغانستان به عنوان پل اتصال آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و همچنین چهارراه ترانزیت منطقه که کلش مزایاست، ببینن که در اینمی میدان هم امی موقعیت که نه گذاشته افغانستان کلا جز آسیای مرکزی محسوب شود، نه گذاشته که افغانستان کلا جز آسیای جنوبی محسوب شود و خاور میانه هم که نیست دیگه اگر قبول داشته باشن همگی. اینمی در یک بینابین قرار داشتن چه محرومیت هایی را برای افغانستان عرضه داشته که وقتی عملا گام برداشته میشه در این مسیر، این گام ها بسیار سنجیده شده و با یک محاسبه همه جانبه برداشته شود. و دیگه ای که هرگاه از چالش های فراروی پروژه های مانند تاپی، کاسا هزار، تب و پروژه های ترانزیتی صحبت میشه یا ایجاد دهلیز های ترانزیتی صحبت میشه، من فکر میکنم که یکی موانعی است که با حاکمیت طالبان در افغانستان او بسیار برجسته است و یکی موانعی که همیشه افغانستان او را در مسیر تطبیق یک چنین پروژه های تجربه کرده و ایام درست نیست که امروز تمام این موانع را ما ارتباط بدیم به مشکلاتی که از حاکمیت طالبان در افغانستان ناشی میشه، به خاطر ازی که اگر روزی این مشکلات وجود نداشته باشه باز ما از برخی از این موانع غافل نباشیم. اگر شدیم و همیشه ذوق زده و خیال پردازانه یا حداقل آرمانگرایانه حرکت کردیم، باز همونطوری که در 21 سال دوران جمهوریت به یک مرحله خوب تطبیق و عملی سازی این پروژه ها متاسفانه نشد که برسند و بسیاری از موانع هم از افغانستان سرچشمه می گرفت. همی در آینده هم خدا نخواسته همی اشتباه تکرار نشه. حالا اگر ببینیم به یک تعداد از این موانع که من در اینجا با خود یادداشت دارم، خب فقدان مشروعیت بین المللی میتونه صرف مربوط و منوط باشه بر حاکمیت طالبان در افغانستان که متاسفانه امروز این میتونه یک عامل بسیار بزرگی برای تطبیق نشدن چی که حتی نبود جرأت باز کردن بحث عملی این پروژه ها در افغانستان باشه یک مانع بسیار بزرگ است. این نه تنها مانع تطبیق شدن این پروژه هاست بلکه فقدان مشروعیت بین المللی در کل مانع توسعه اقتصادی افغانستان است. و این به این دلیل است که نبود مشروعیت بین المللی مانع جذب سرمایه‌گذاری میشه، مانع دریافت کمک های توسعه‌ای نهادها و کشورهای جهان میشه و همچنان زمینه همکاری با نهادهای مالی
جهانی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی و اینا را مانعش میشه. دیگر ما مسئله تحریم های اقتصادی و انسداد منابع مالی را داریم. یا صرف مربوط به حاکمیت امروزی طالبان در افغانستان است، اما از موانع بسیار بزرگ است. بازم تکرار میکنم، و مانع نه تنها تطبیق پروژه های مانند تاپی و گاز و هزار و تپ و ایجاد دهلیز های ترانزیتی، بلکه در کل مانع هر برنامه که میتونه در جهت توسعه اقتصادی افغانستان طراحی شود هست. تحریم های کشورهای جهان موجب محدودیت در انتقال وجوه تکنولوژی و تجهیزات میشه، و این توان تطبیق پروژه های زیربنایی اینچنینی را کاملا سلب میکنه. ما قبلا داشته بودم که به شدت کاهش میده، اما متاسفانه کاملا سلب میکنه. و دیگر اگر از ناامنی و تهدیدات امنیتی و ریسک سرمایه گذاری بگوییم، اینی دیگه امروز میتونه در اوج خود باشه، اما متاسفانه ما در زمان جمهوریت هم وقتی انگیزی شرکای ما را، کشورهای زی داخل و همچنان نهادهای حامی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی را، وقتی انگیزشون بسیار در سطح پایین می دیدیم، اتومات بر ما معلوم می شد که به خاطر بی‌ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن ثبات افغانستان و همچنان از اثر ناامنی و وجود تهدیدهای امنیتی است. امروز اگرچه در اونجا بگویند که جنگ گسترده پایان یافته و اصطلاح دیگه ما در افغانستان به صلح رسیدیم و چیزهایی که خود به او خوش میسازند، باز هم تهدیدات ناشی از گروه های افراطی و همچنان آنچه متصور است از اختلافات درونی که ثبات غیر قابل پیش بینی می سازه و تداوم و چالش می کشه، و همچنان فضای ناامن برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها، ای خودش یک مانع بسیار بزرگ است. در این شرایط در اوج خود قرار داره، اما متاسفانه این ما در زمان پیش از طالبان داشتیم. این در او کتگوری میه. دیگه مسئله ضعف مدیریتی است، یا ضعف در ظرفیت اداری و فنی است. باز این امروز در اوج خود است، بخصوص با فرار نخبگان و متخصصین از افغانستان که در این چند سال پسین صورت گرفته. این خودش یک خلای بسیار بزرگه در مدیریت و ظرفیت اداری و اجرا و فنی برای اجرای پروژه ها ایجاد کرده. اما این ضعف در زمان پیش از طالبان در وقت جمهوریت هم قابل ملاحظه و مشاهده بود. متاسفانه تا یک حدی این ضعف در افغانستان بیشتر از کشورهای دیگر دخیل و همچنان سازمان های بین‌المللی حامی پروژه ها دیده می شد، و نگرانی کشورهای دخیل و سازمان های حامی را موجب شده بود. اگر به مانع دیگر بریم که بی‌ثباتی در سیاست گذاری است و نبود استراتژی توسعه‌ای، ما گفته میتونیم که نبود استراتژی توسعه‌ای هم امروز بیشتر صدق میکنه. اما پیش از طالبم ما یک ضعف حداقل در استراتژی توسعه‌ای خود داشتیم. اگر نبودش نمیشد حکم کرد، ضعفش کاملا مشهود و ملموس بود. و بی‌ثباتی در سیاست گذاری هم چیزی نیست که ما بگوییم
تنها امروز افغانستان با او روبروست. متاسفانه بی‌ثباتی در سیاست گذاری را ما در زمان پیش از طالب و در وقت جمهوریت هم داشتیم و این از موانع بسیار بزرگ فرار تطبیق این پروژه های بسیار آرمانی اقتصادی برای افغانستان بود. و دیگه مشکلات اجتماعی و فرهنگی است که این بسیار بسیار زیاد امروز محسوس است و بر شرایط کنونی افغانستان صدق میکنه. امی محدودیت های اعمال شده بر زنان، محدودیت های اعمال شده بر رسانه ها و جامعه مدنی، این نه تنها فضای انسانی را تضعیف کرده در افغانستان، بلکه نگرانی های بسیار جدی را بر تطبیق پروژه های اقتصادی مشارکت محور و پروژه هایی که یک نقش بسیار سالم اجتماعی را هم تقاضا دارند به وجود آورده. این پروژه های بسیار مهم مشارکت محور هستند و در یک حاکمیتی که این همه محدودیت بر نیروهای بسیار اثرگذار این مشارکت وضع می شده باشه، او از عبارت باشه از قشر زن و دیگه رسانه ها و جامعه مدنی، این میتونه یک مانع بسیار بزرگ باشه و بیشتر این در شرایط کنونی اثرگذار است و با عنوان یک مانع یک وجود بسیار چشمگیر داره. در نتیجه میشه بگوییم که اه، در در یک شرایط بسیار خوشبینانه همیشه هر کدام ما میتونیم ادعا بکنیم که افغانستان یکی از مزایایی که امی جیوپولیتیک برش پیشکش میکنه یا به ارمغان داشته، امی خوبی این موقعیت برای استفاده از فرصت‌های موجود در صحنه همکاری یا همگرایی اقتصادی منطقوی است. جایگاه افغانستان به عنوان پل اتصال آسیای جنوبی و آسیای مرکزی است و همچنان جایگاه کشور ما به عنوان چهارراه ترانزیت منطقه. اما اگر برای رفع موانع گام ها و اقدامات بسیار همه جانبه سنجیده شده و محاسبه شده برداشته نشه و کار صورت نگیره و به می شکل همیشه وضعیت افغانستان به می روال ادامه داشته باشه، این دیگه باز مثل همون چیزهای دیگری که فقط یک دلخوشی ایجاد میکنه و بحث که ما مثلا 5000 سال تاریخ داریم یا چندین ابرقدرت دنیا را شکست دادیم، اینا باز هم جزء همون قصه ها و داستان ها میشه و باز خیر ازی برای مردم افغانستان میسر نخواهد بود. بخصوص اگر این محاسبه بسیار واقع بینانه باشه، در این زمانی که ما مزیت ها را میبینیم محدودیت ها را نبینیم، در این زمانی که ما از این پروژه ها حرف میزنیم سر قابلیت عملیش و مانعی که سر راهش از زیاد تمرکز نداشته باشیم و به عنوان مشکلات اصلی یا میتونیم بگوییم ریشی مشکلات بالای این مسائل تمرکز اگر نکنیم، خیر نصیب افغانستان از این دریچه هم نخواهد شد. ما بازم معذرت میخوایم که ما به جنبه به اصطلاح ناخوشایند و منفی گرایانیش پرداختم، اما ای باز در حد صرف یک ظرفیت بالقوه باقی میمانه تا زمانی که همین چالش های داخلی افغانستان حل نشه و افغانستان متاسفانه مثل امروز در یک انزوا قرار داشته باشه و مثل دیروز افغانستان برای فردای خود بیشتر فکر نکنه و برای قابلیت اتکای خود نزد شرکا، چیزی است که در طول تاریخ ما بسیار کم به این مسئله پرداختیم.
کمتر محاسبه کردیم که ما چقدر یک شریک قابل اتکا برای شرکای جهانی ما بوده میتونیم. یعنی میره کاملا نادیده گرفته حرکت کردیم. من یادم است که انگیزه بسیار کم بود، حتی در زمان جمهوریت، بنابر یک سری از موانعی که من پیشتر عرض کردم خدمت شما که این تنها امروز عرض اندام نکرده و تنها بر حاکمیت امروزی طالبان بالای افغانستان محدود نمیشه، ای از قبل هم وجود داشته. ما هیچ در این جریان صحبتم طرف ساعت متاسفانه ندیدم. شاید از اون وقتی که برای من داده شده بود به مراتب بیشتر صحبت کرده باشم. یک کمکی صحبت های من منظم هم نبود به دلیل ازی که ما به اصطلاح دوطن نیستیم. دوطن منظور از افغانستان هم نیست. مردم ما وطن همون جایی را میگن بعد از وطن اصلی که در اونجا مقیم هستن. ما مسافر هستیم در این روزا. امروز بعد از امی نشست انشاءالله رای برگشت به طرف خانه را در پیش خواهد گرفتیم. به خاطر از یک کمک که حواسم پرت می باشه صحبت های من شاید نامنظم من بود و وقت بیشترم از آنچه به من اختصاص داده شده بود گرفتم. به او خاطر معذرت می خواهیم از همه اشتراک کنندگان و از توجهتان بسیار تشکر می کنم. تشکر از شما آقای مستغنی. زنده باشین. از صحبت های شما هم قسم که در صحبت ها اشاره کردین در طول تاریخ موقع جغرافی افغانستان از لحاظ سیاسی، امنیتی، رقابت های منطقه‌ای، اقتصادی هم نکات مثبت و هم نکات منفی داشت و دارد. در برخی موارد تهاجم ها، اشغال، مداخلات بیرون به موقعیت مهم جغرافی افغانستان برمیگردد و در برخی موارد این موقعیت میتواند در حال عظیم اقتصادی هم در منطقه ایجاد کند یا برخلاف آن عمل کند. ما بر بخش پایینی سخنرانی ها رسیدیم. یک بار دیگر از حضور و اشتراک همه شما در نشست عمومی ابراز سپاس می کنم.